امریکا 191 افغان اکثر نظامی را که در پی غصب افغانستان به تاجیکستان پناه آورده بودند از دوشنبه توسط هواپیما به کشور سوم انتقال داد. قرار است بعدا آنها به امریکا رسانیده شوند. در بین آنها پیلوت‌های هم هستند که ماه آگوست قبل از سقوط مزار شریف و کابل زن و کودکان و یار و دوستان خود را به هواپیمای و چرخبال‌های نظامی سوار کرده به تاجیکستان فرار کردند. ماه گذشته در کنگره امریکا گفته شد که پیلوت‌های افغان 16 چرخبال و هواپیمای حربی را به تاجیکستان گریزانیدند. مقامات امریکا همین طور چند خبرنگار افغان را که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان در تاجیکستان در مانده بودند با همین هواپیما بیرون کشیدند. به کجا پرواز کردن هواپیما رسما اعلان نشده است، ولی برخی از پیلوت‌های افغان در صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند که آنها از فرودگاه دوشنبه به فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب پرواز کرده ایستادند. یادآور می‌شویم قبلا مقامات امریکا نظامی‌های افغانی به ازبکستان فرار کرده را نیز به ابوظبی انتقال داده بود. همین طور رئیس جمهور هم‌اکنون سابق افغانستان اشرف غنی و طرفدارانش که گفته میشد با 4 هواپیمای پر پول نقد به ازبکستان فرار کرده بودند نیز از آنجا به ابوظبی انتقال داده شدند. جنگیان حرکت طالبان در نیمه اول ماه آگوست در بین همگی 10 روز در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی توانستند تقریبا تمام قلمرو افغانستان با شمول پایتختش شهر کابل را به دست بیارند. در پی سقوط پی همه شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای 13 و 14 آگوست چند هزار از اسکران و افسران اردوی دولتی افغانستان به کشورهای همسایه فرار کردند. از جمله دهها پیلوت چرخبال و هواپیماهای جنگی را از طالبان به کشورهای دیگر گریزانیدند. اخیراً گزارش شد که 4 چرخبال و هواپیماهای جنگی اردوی دولتی افغانستان را به تاجیکستان و ازبکستان بردند. پیلوت‌های افغان در تاجیکستان نزدیک 3 ماه در 2 آسایشگاه بیرون از دوشنبه زیر نظارت قرار داشتند. از این آسایشگاه بدون اجازت بیرون برآمدن آنها ممنوع بود، ولی آنها امکان تماس با بیرون از طریق تلفن و اینترنت را داشتند. در این بین مقامات امریکا مسئله چگونه بیرون بردن آنها را از تاجیکستان بررسی میکردند. یک مشکل این بود که اکثر آنها به صورت شتاب زده و بدون یگان سند و شناسنامه ترک افغانستان کرده بودند و بجز از حجت خلبانی یگان سند دیگر با خود نداشتند.